از اون بالا میاد هزاران دست کفتر، همه گادفوری خوش پو چه میدونم دیگه. اینایی که دیگه نیاز نیست بگم، اینجوری پیج اینستا و اینم که هست اومدیم یه انیمیشن ببینیم از این چنله. خب و که خیلی نگاه من داشتم تو یوتیوب میچرخیدم، یهو این نظرم جلب ها. حالا اومدم با هم بریم ببینیم و ایشالله که خوشتون بیاد. لایک کامنت سابسکرایب هم که دیگه ها بریم ببینیم. چه اینتروی کوتاه خوبی، بریم ببینیم. چرا گریه میکنی؟ چرا داری گریه میکنی؟ مامان قربونت بره، کجایی تو؟ مامان تو رو خدا گریه نکن دیگه. زنگ زدم جاسمم بیاد. یا الله، میگم این عاطفه چی به سرش اومده؟ باید که به من بگه. آقا جاسم عاطفه از دیروز سالا خونه نیومده. والا منم هرچی روش تماس میندازم جواب نمیده. فکر کردم پیش دوستشه. حس نخور جاسم جون، آروم باش. تو چی میگی تو؟ بخشی تعارف نکن. آب میخورید؟ بفهمید. نوش جان میاد بخور. رد کردم داداش، اینجا یوتیوبه. میدونی چی میگم؟ بریم بیا هری بری کیه دیگه؟ ولی که عاطفه است. وای خدا بزن رو اسپیکر. الو عاطفه. الو سلام شیخ جاسم. تو دیگه کدوم خری هستی؟ گوشی زید من دست تو چی کار میکنه؟ خودشم دست منه. چی داری میگی؟ این لوکیشن واسط میفرستم، فردا الماسا رو میاری اونجا. در ضمن نه به پلیس خبر میدی نه گوشی با خودت میاری، اگر پشت گوشتو دیدی دوست دخترت هم دیدی. الو ناموستو پرپر میکنه. آقا جاسم این کی بود؟ چی میگفت؟ الماس چیه؟ براتون توضیح میدم، الان وقت نداریم. الو سالم اگر آب داری بریزش رو زمین و بیا. وای خدای خودت بهمون رحم کن. این فکر کنم هم داداش عاطفه بود. یعنی یه دونه الماسم نذاشتی بمونه خدا رو کولت؟ بابا تو هوایی یه نون لواش 500,000 تومن دیگه تا تهشو بخون. حالا ما باید چه خاکی تو سرمون کنی؟ گفتم بیای که فکرامونو بندازیم رو هم. من میگم بریم ازشون خواهش کنیم عاطفه رو آزاد کنن. راستم میگی ها؟ چرا به فکر خودمون نرسید؟ همین عاطفه همون عاطفه‌ایه که همونه؟ نمیدونم آخه اگه اون مامانش که همونه فکر کنم. عاطفه دایی جان واقعا مادر کار میکنیم نهایتش از چون دارمون میزنن، چیزی نیست. ایوا چه خشن. من یه نقشه دارم، تو و پدی رو میفرستیم سر قرار، یه جی پی اس هم جاساز میکنیم و من اینجا مختصاتتون رو پیدا میکنم و به پلیس خبر میدم. چطوره؟ اولک بازرسیمون میکنه مگر اینکه غیبش کنیم. اون با من میتونم یه جا قایمش کنم که کسی نبینه. اما جون پدی اندازش بزرگه، هر جا بذاری میبیننش. من تا 20 سانتو میتونم غیب کنم. اولک نکنه جادوگری ما نمیدونیم. قامت نباشه از پسش برمیاد. خیلی سید علوان پشت و پناهتون. یکم دارک. بابا به ناموست انقدر به هم نچست. من از این کارا بدم میاد، هم صنف شما نیستم. ایوا دارم میافتم. خب من فکرم میگم چقدر دیگه راه مونده؟ پس چرا نمیرسیم؟ 1 کیلومتر دیگه مونده، بعدش باید بریم توی جاده خاکی. اوه چقدر طولانی ولک. خوب شد تو راه یه فلافل زدیم وگرنه از گشنگی هلاک میشدیم. نه خیرم اصلا خوب نبود. دیتیل فانی داره تا همینجاش نگاه کنید یه لحظه. این طرز موتوری که درست کرد یعنی طراحی کردن، این قیافه اینا خیلی فان تا همینجا درش آوردن. جدی میگم باز اینا که خب رودم ریخته به هم. البته آره فلافل به گروه خونی آبی مثبت نمیخوره. خیلی خوبه. سلام علیکم. قرار داشتیم اومدم زیدم تحویل بگیرم. سرجاد بایسا جلوتر نیا. وای خدایا اینا اسلحه واقعی دارن. سوار ون بشید، راه درازی پیش رو داریم. چقدر دراز؟ من باید برم دستشویی. بیا اینا موقع شکار ریدنش گرفت برام. چی کار کنم مگه دست منه؟ زود برو کارتو انجام بده، وقت نداریم. خیلی خوبه. خب اوه شهر خرابی، هیچ هم سالم نیست. سلام شیخ، مشتاق دیدار. و علیکم السلام. چرا صدات میلرزه؟ نیازی نیست بترسی، این معامله ساده است. تو الماسای منو میدی و منم الماس تو رو، به همین راحتی. من تا عاطفه رو نبینم الماسی بهت نمیدم. نشو مثل اینکه باید با یه زبان دیگه با هم صحبت کنیم. یا سید عباس. وای خدایا الماسا کجاست؟ منو ببر پیش عاطفه، به محض اینکه ببینم حالش خوبه جای الماسا رو بهت میگم. خیلی خوششانسی که امروز رو مود خوبی هم. امیدوارم کلکی تو کارتون نباشه وگرنه ستاتون رو زنده دفن میکنم.
ببرینشو. چشم رئیس. خیلی جدا جذبش شدم، میخوام ببینم چی میشه. خیلی باحاله. خب این عاطفه بچه ها، عاطفه معروف، عاطفه میگم بابا یواشته، حال نده، دارم میرم داخل دیگه. جاسم؟ این صدای جاسمه؟ عاطفه وای پدی شما اینجا چی کار میکنی؟ عاطفه عشقم، جاسم منو ببخش عزیزم. ایش چندشا چطور شو؟ الان سانسور که ایول صدا سیما اذیتت که نکردم. نه ولی خیلی ترسیده بودم. نترس عزیزم، ما اینجاییم که نجاتت بدیم. جاسم داستان چیه؟ چرا ما رو گرفتن؟ داستانش مفصله، بعد برات تعریف میکنم. پدی برو برینش، وقت نداریم. دستشوییم نمیاد، همین 2 ساعت پیش رفتم. بابا منظورم جی پی اسه. چقدر خری تو؟ برو بندازش دیگه. ساب کن ببینم تو 2 ساعت پیش شاشیدی یا ریدی؟ پیپی کردم. وای بدبخت شدیم. تو چرا اختیار کالیبرتو نداری گواد؟ حالا چه گوهی بخوریم؟ برا مریدم سردار خودتو پروژه. سلام علیکم. و علیکم السلام. شما پشمام شیرازی هم آوردن. ایول خیلی خفن حاجی. تو را اینجایی؟ غیر سرم ها. و برای چی انداختنت اینجا؟ اما این مرتیکه و دیونه هر روی عیب رو دستگوی ما میذاره. ای میگه تیغش فلانه، عرش بیسانه. بهش میگم خب بلدی خودت بیو بسار. خیلی خفنه. اسلحه گذاشته رو سرم. کیو داره میگی؟ همین ریغو رئیسشون. ولک عجب آدم نامردیه. و چرا براشون کار میکنی؟ والو ارون آچاریه کاکا، بیرون که کسی رو نداریم. گفتیم بیایم اینجا خودمون سرگرم کنیم، نگفته نماند. حقوقش هم خوبه. والا چی بگم؟ شمور برای چی گرفتن؟ والا به ما تهمت دزدی زدن، فردا هم میخوان بکشنمون. ناموسن به ما میخوره دزد باشیم دکتر. نه والو قیافه‌هاتون به هر چی میخوره جز دزد. خدای خودت به جوونیمون رحم کن. من یه روی فرار دارم ولی برای خودم شر میشه. خب دکتر خودت هم با همون بیا. و برای چی بمونی که شر بشه؟ کاکا کج بیام؟ او بیرون کسی برام نریده. ولی تو عذیبه بعد ما نداری دکتر. به شاه چراغ قسمت میدم بیا بریم. شک تو ضرر ریدم توی حقوق و مزایا. کنارو بایسین میخوام گرد و خاک بپا کنم. اشمام ها دکتره با دستش خدای من زد چیه؟ آره نه با دستش کن. با کنترل که دستش. آره با دستش کن. یا خود خدایی دیگه چیه؟ یه کرم خاکیمه. یکی بپرید پایین که وقت تنگه. کرم خاکیمه. ادامه دارد. تموم شد؟ پشمام خیلی خفن بود، جدی خیلی قشنگ بود. حتما بقیه پارتاش هم میریم با هم نگاه میکنیم. خیلی قشنگ بود جدی، خیلی خوشم اومد. ایول بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و این ویدیو هم شیر کنید. خیلی ویدیو خفنی بود جدی، خوشم اومد. ایول خلاصه که یه فلافلیمون نشه، میخوام مثل فلافل بخورم دنیا. سلام دختری.